موتور سوارا از مرگ نمیترسن. اونا هر بار که موتورشون رو روشن میکنن میدونن که ممکنه آخرین باری باشه که پشت موتورشون بشینن. به خاطر همینه که همیشه گروه خونیشون رو کلا کاسکتشون میزنن. آدمای خیلی متعهدی. کسی که کلا کاسکت از سرش نمیافته فکر یه آدم دیگه هم تو سرش نمیافته. زمانی که با احساسش تصمیم گرفته از یه شرایط خیلی سختی با یک سرعت زیادی عبور کنه، اونجا هم منطقش داره کار میکنه که خطر رو مدیریت کنه. آدمای غیر قابل توقف با هر دنده‌ای که به موتور میدن یه دونه از غما و غصه‌هاشون زیر پاشون له. هر گاز هرزی که به موتور میدن اون غما و دردا و بغضا و فریاداییه که سالها تو گلوشون گیر کرده. همیشه مادراشون دلنگرن. هر بار که این بچه موتور رو برمی‌داره میره تو خیابون دست به دعا برمی‌داره که خدای مراقب بشه. الهی الهی دنیا برات بساز.